دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش شدت گرفتن خشونت‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را با نگرانی عمیق پیگیری دارد و در رابطه به هلاکت آدمان سخت اندوهگین بوده به قربانیان و نزدیکان آنها اظهار همدردی میکند. در این باره در اظهارات سخن میرود که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استفان دیوژاریک روز 7 سپتامبر سال 2022 در سامانه رسمی سازمان ملل نشر کرد. دبیر کل از رهبران قرقیزستان و تاجیکستان دعوت میکند که با مقصد نائل شدن به رژیم آتش بس دراز مدت وارد مکالمه شوند. هر دو طرف باید برای پایین بردن تشنج از مکانیزم‌های موجوده به طور کامل استفاده برند. تاکید شده است در اظهارات سازمان ملل بنا به این بیانیه آماده است در صورت تقاضای طرفین برای پیدا کردن یک راه حل استوار که تواند پیش راه اختلاف در مرز دو کشور را بگیرد جاری برساند. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت خارجه آمریکا نیز به حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با نگرانی واکنش کرده است. او میگوید خبر درگیری‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ما را نگران کرده است، چون این حالت‌ها بیشتر جان مردم غیر نظامی را در خطر می‌گذارند و ما به خانواده‌های آسیب دیدگان همدردی بیان می‌کنیم. ما از هر دو جانب دعوت می‌نماییم که آتش بس را رعایت کنند و تلاش‌های خود را برای برقراری آرامی از طریق راه‌های دیپلماتی دوچند کنند. قبلا وزارت خارجه روسیه و اودکبه نیز به دوشنبه و بشکک برای حل بحران اخیر در مناسبت‌هایشان پیشنهاد کمک کرده بودند. این هزار نگرانی‌ها و پیشنهاد کمک برای حل بحران در حالی است که روز 16 سپتامبر در جریان ضدخوردهای سنگین مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف 10 نفر کشته شدند.